دشمن به دنبال ایجاد جو ناامنی و تبدیل کردن این گونه اعتراضات به اغتشاشات بودند. افرادی که مشاهده می‌کنید افرادی هستند که اقدام به انتشار فراخوان‌های گسترده در سطح استان می‌نمودند. در شناسایی و دستگیری در بازرسی از مخفیگاه این افراد ما مشاهده کردیم که متاسفانه ضمن ترغیب مردم به ورود به خیابان‌ها و ایجاد ناامنی مسلح به انواع سلاح هم از جنگی و شکاری بودند، به نوعی عاملین اصلی در حوزه کشته‌سازی. این جای تأمل داره و یک هشداری است برای همه خانواده‌ها: مراقب فرزندان خودتون باشید.